سیالانو سره سیال بکړو ګران افغانستان. کار زیباسازی چهارراهی 500 فامیلی از برنامه زیباسازی شهری ریاست امور کلتوری شورولی کابل با همکاری کمپانی احمدیار گروپ تکمیل و امروز توسط مولوی محمد خالد سجستانی معین خدمات شهری و حفظ محیط زیست و مولوی حبیب الرحمن منصور معین امور اجتماعی و کلتوری شورولی کابل به بهره برداری سپرده شد. در این مراسم رهبری شورولی کابل از تاجران و سرمایه‌گذارانی که تاکنون در برنامه زیباسازی شهری سهم فعال گرفته است قدردانی کرده گفت که با تطبیق برنامه زیباسازی شهری شورولی کابل با چهره و سیمای شهر بیشتر تغییر مثبت ایجاد خواهیم کرد. همین که افتتاح بهره برداری چهارراهی را داریم که در زیبایی این منطقه انشالله اثر بسزایی خواهد داشت. خواست ما از مردم و از کسایی که در این ساحه زندگی میکنند این همیست که در حفظ این کارا بسیار با ما همکار باشن و کوشا باشن. دا هغه څلورلارې ده چې څو میاشتې مخکې دلته ډېر کثافات جمع وو. دغه ځای کې په موټرو د دې ځای نه موږ کثافات نقل کړل. الحمدلله د کابل ښاروالۍ د ټولنیزو کلتوري چارو معاینیت او د کلتوري چارو د ریاست په هلو ځلو باندې د هغه د کثافاتو ډکه ساحه په دونه ښکلې ساحه باندې بدله شوه. قاری ولی گل جواد رئیس امور کلتوری شورولی کابل گفت که مطابق دیزاین طراحی شده تحت مدیریت این ریاست نماد زیبایی در چهارراهی 500 فامیلی به شکل اساسی و معیاری با ارزش 5,300,000 افغانی به همکاری کمپانی احمدیار گروپ طی مدت 3 ماه کاری اعمار و زیباسازی شده است. زیباسازی چهارراهی شامل سنگفرش، فواره‌های تزئینی آب، فضای سبز، غرس نهال و بتگل‌های زینتی، نصب چراغ‌های تنویر، نصب و رنگ‌آمیزی جدول‌ها و کتاره‌ها نیز میباشد. همچنان مولوی عبدالوکیل متوکل رئیس سرسبزی شورولی کابل گفت که به اساس هدایت رهبری شورولی کابل اطراف این چهارراهی پس از پاکسازی موارد غصب و انتقال تأسیسات غیرقانونی نخست هموارکاری و سپس به سرسبزی آن اقدام شده است. ودان افغانستان، ودان افغانستان، ودان